اگر عادت داشته باشی برای تیز خواندن نماز حکمش چیست؟ یعنی عادت دارد یک برادر ما که بسیار نماز تیز میخواند، حکمش چیست؟ حضرت حذیفه ابن یمان که من در باب بینمازی، در باب همان صحبت‌های نماز به شما گفته بودم، میگه که رأى رجلا وهو يصلي ولا يتم ركوع الصلاة ولا سجودها. حضرت حذیفه ابن یمان بار میگه آمد نگاه کرد که یک جوان یا شاید یک موی سفید، امروز موی سفید ها هم تیز میکنن نماز، یا موی سفید بود یا جوان بود، به نهایت نماز تیز میخواند، نه رکوع دارد نه سجده دارد. یعنی رکوع و سجده هم در مذهب ابو حنیفه آرام گرفتن در رکوع و در سجده را واجب میگوید، نه رکوع پر دارد نه سجده پر دارد، تیز تیز رکوع میکند، تیز تیز سجده میکند. حضرت چی گفتند؟ حضرت حذیفه گفتند منذ کم تصلی هذه الصلاة، پیش من بیا گفتند چند سال شد که این گونه نماز میخوانی؟ این نمازی که رکوعی پر نداری، سجده پر نداری، آرام نیستی، سراستیمه هستی که تی صد نماز خوانم از مسجد بیرون شم. چند سال شد؟ گفت 40 سنه، 40 سال شد که ای حضرت حذیفه من این گونه نماز میخوانم. حضرت حذیفه چی گفتند؟ حضرت حذیفه گفتند ما صلیت منذ 40 سنه شیئا. گفتند ای برادر عزیز تو تصور کن که 40 سال نماز نخواندی، تو تصور کن. گفتند حضرت حذیفه صحابه پیغمبر بودند، 40 سال تو نماز نخواندی. ولو مت على غیر فطرت محمد صلی الله علیه وسلم، اگر با همین احوالی که نمازخوانی داری، اگر با این گونه از دنیا میگذشتی، تو حتی که پیرو محمد ناشده از دنیا میمردی، تو از پیروان محمد صلی الله علیه وسلم به حساب نمیرفتی اگر با این نمازی که تو خوانده ایستاده. این نماز باید که یک آرامش دل باشد، نماز باید که یک ملایمی داشته باشد، یک خشوع داشته باشد، یک ترس داشته باشد، یک لذت داشته باشد. امروز برادرای ما و شما بعضی هاش تیزتر نماز میخوانند که تا که رفته تیزتر باید قضای حاجت کنند. طهارتش تنگی دارد، با همون طهارت تنگیش نماز میخواند و بعدا حاجت خانه میرود. الان که پیغمبر خدا گفتن در دو حالت نماز شما را خدا قبول نمیکند. یکی در حالتی که اگر طهارتای شما تنگی دارد، شما با او احوال نماز میخوانید، این نماز شما نماز نیست گفتند. دوم در حالتی که وقتی نماز باقی هست و در پیش شما طعام یارند و شکم به شما گرسنه هست، شما با این گرسنگی شکم اگر نماز خوانید، نماز تا نماز نمی شود. شما اول از طعام استفاده برین، دیگر توجه شما در داخلی نماز به سوی طعام نباشد، این حالت در شما نماز خوانید. این است آن شرط هایی که اسلام به ذمه ما و شما گذاشته است.